تا حالا فکر کردی چرا آمریکا، همون کشوری که به عراق حمله کرد، به افغانستان لشکر کشید، در لیبی مداخله کرد و حتی در سوریه هم وارد شد، اما وقتی میرسه به ایران دست نگه میداره؟ ایران کشوریه که سالهاست شعار مرگ بر آمریکا تو خیابون‌هاش شنیده میشه، با برنامه هسته‌ای جنجالی، قدرت نظامی مستقل و نیروی گسترده در منطقه. پس چرا آمریکا که برای کمتر از این دلایل به کشورهای دیگه حمله کرده، هیچ وقت وارد جنگ با ایران نشده؟ امروز میخوایم پرده از دلایل واقعی این ماجرا برداریم. آماده ای؟ بزن بریم. موقعیت استراتژیک ایران. ایران در کجای دنیا قرار داره؟ دقیقاً در قلب خاورمیانه. هم مرز با عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان و ارمنستان و از همه مهمتر مشرف به خلیج فارس. تنگه هرمز یک گلوگاه حیاتی برای تجارت نفت جهانه. 20% کل نفت صادراتی دنیا از این مسیر عبور میکنه. حالا تصور کن آمریکا به ایران حمله کنه و ایران تنگه هرمز رو ببنده. چه اتفاقی برای قیمت نفت میفته؟ چه بلایی سر اقتصاد جهان میاد؟ پاسخ واضحه. یک فاجعه جهانی. قدرت نظامی ایران. برخلاف افغانستان و عراق، ایران یک ارتش منسجم، مستقل و بومی داره. ایران جزء معدود کشورهایی است که صنعت نظامی خودش رو توسعه داده. از موشک‌های بالستیک مثل خرمشهر، قدر و سجیل گرفته تا پهپادهایی مثل شاهد 136 که در میدانهای واقعی امتحان پس دادن. و این همه ماجرا نیست. ایران دارای پدافند هوایی مستقل و مؤثره. سامانه باور 373، سامانه سوم خرداد و شبکه‌های پدافندی ترکیبی که قابلیت مقابله با حملات هوایی رو دارن. یعنی حمله به ایران با بمباران ساده هوایی ممکن نیست. باید با یک نبرد سنگین و پرهزینه همراه باشه. بخش سوم، نیروهای نیابتی ایران. ایران فقط درون مرزهاش قوی نیست. در خارج از مرزها هم بازوهای قدرتمندی داره. حزب الله در لبنان، هشت شعبی در عراق، حوثی‌ها در یمن و نیروهای مقاومت فلسطینی مثل حماس و جهاد اسلامی. اگه جنگی آغاز بشه، این نیروها بیکار نمیمونن. نه تنها مرزهای ایران، بلکه مرزهای اسرائیل، عربستان و حتی پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه هم در خطر قرار میگیرن. بخش چهارم، تجربه‌های تلخ آمریکا در منطقه. آمریکا یک بار در افغانستان جنگید، یک بار هم در عراق. هزینه‌ای که فقط برای این دو کشور پرداخت کرد بیش از 6 تریلیون دلار بود. نتیجه چی شد؟ بعد از سالها جنگ و هزاران کشته، همه چی برگشت به نقطه اول. طالبان برگشت، عراق به میدان نفوذ ایران تبدیل شد. آیا آمریکا واقعاً آماده است دوباره وارد همچین کابوسی بشه؟ اونم با کشوری بسیار پیچیده‌تر، بزرگتر و مقاومتر از افغانستان و عراق؟ شاید نه. بخش پنجم، پشت پرده دیپلماسی پنهان. در ظاهر ایران و آمریکا دشمنن، ولی تاریخ میگه دشمنی همیشه مطلق نیست.
ماجرای مکفارلین در دهه 1990. مذاکرات پشت پرده در عمان. توافق برجام در سال 2015. تبادل زندانیان در سالهای اخیر همه نشون میدن که در پشت پرده این دو کشور گاهی به توافقاتی رسیدن. چرا؟ چون هم ایران میدونه جنگ پرهزینه است و هم آمریکا خوب میدونه که کنترل ایران بدون جنگ ممکن. بخش ششم، مسئله هسته‌ای و اثر روانی آن. برنامه هسته‌ای ایران یکی از مهمترین دلایل نگرانی آمریکاست. اما این برنامه همزمان باعث شده حمله به ایران پر ریسک تر از همیشه باشه. اگر آمریکا به ایران حمله کنه و ایران واکنشش توسعه فوری برنامه بمب هسته‌ای باشه چی؟ یا بدتر از اون، اگر ایران واقعاً برنامه پنهان تسلیحاتی داشته باشه و در لحظه جنگ فعالش کنه، نتیجه میتونه یک فاجعه هسته‌ای در خاورمیانه باشه و این یعنی ریسک بیش از حد برای آمریکا و متحدانش. حمله نکردن آمریکا به ایران فقط یک دلیل نداره. این یک پازل پیچیده است. موقعیت ژئوپلیتیکی حساس، قدرت نظامی بومی و بازدارنده، بازوهای نیابتی در سراسر منطقه، تجربه‌های پرهزینه در جنگ‌های قبلی و روابط پنهانی پشت دیپلماسی عمومی. آمریکا خوب میدونه که جنگ با ایران مثل بازی با آتش توی انبار باروته و شاید برای همین تنها سلاحی که علیه ایران به کار میبره تحریم و فشار روانیه، نه بمب.